هرچه دستگیره در را میچرخانم در باز نمی شود. در یک لحظه در نیست و دستگیره در دست من و من در میان اتاق ایستادم. زمین زیر پایم میچرخد و روز می شود. نمیدانم کی، ولی در که این بار شکل متفاوتی دارد در مقابل من دوباره ظاهر شده است. دستگیره دایره در را که در دستم مانده درون جای خالیش جا می اندازم و چشمهایم را باز می کنم. دستم را بالا می آورم و جلوی نور را می گیرم. صدای نامفهوم محیط تبدیل به صدای ساز فرهنگ می شود. فرهنگ وارونه بر روی سقف نشسته و کمی بالای پرده را با انگشتانش به سمت خود می کشد. نور گرم قبل از ظهر در پیری‌های زمستان از شرق خود را به وسط آسمان رساند و به داخل اتاق من سر می‌کشد. نور از سمت راست اتاق مستقیم می‌تابد و گوشه‌ای از اتاق را روشن می‌کند و بر روی چشمان من می‌افتد. تا به این لحظه خواب و دستگیری در را کاملا از یاد بردم و تلاش من برای به یاد آوردن خوابم دیگه فایده نداره. صبح بخیر. ببخشید بیدارتون کردیم. میخندد. میگویم که الان بلند میشوم و کمی گردنم را میچرخانم که نور روی چشمانم نباشد. پرده را کامل باز میکند و در سایه نیمه دیگر اتاق سر و ته از اتاق خارج میشود. با شیطنت بوسی در هوا برایم میفرستد. من با چشمان نیمه باز زیر نور خورشید سعی میکنم چشم قره‌ای بهش برم. بلند میگه هنوز 3 تا اتاق دیگه مونده. جواب میدم که تا سال دیگه این موقع یه خونه کوچیک‌تر بگیر. کمی فکر میکنم و اضافه میکنم دیگه نو هم هست، احتیاجی به خونه تکونی نداره. ولی 1000 تا زحمت دیگه داره. پتو را روی صورتم میکشم و پتو از روی پاهایم کنار میرود و آفتاب بدنم را گرم میکند. هر چیز نوعی هم خوب نیست. تخت رو مرتب میکنم و از اتاق بیرون میام و روی مبل ولو میشم. کتاب‌ها رو مرتب بر روی زمین میچینه و کتابخونه‌اش رو خالی میکنه. فردات رو به شبت نفروش. کار داشتم خب الان انجام میدادی. الان دیگه دیره. دیر که هست. آفتاب صبح خیلی وقت صدات کرده. دستم را لابلای کتاب‌های روی هم چیده شده کنار مبل میبرم و یکی از کتاب‌ها رو اتفاقی برمیدارم. حافظه. نیت میکنم. کتاب رو باز میکنم و زیر لب زمزمه میکنم. تحویل پروژه داشتم. سعی میکنم یکی از بیت‌های حافظ رو بلند بخونم. حروف نستعلیق خوندن شعر رو تقریبا برام غیر ممکن کرده. دست و پا شکسته میخونم. خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود. درستش رو برام میخونه. روون روی کلمه ها شنا میکنه. خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود. به هر درش که بخوانند بی خبر نرود. آخرش هم میگه به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید چو باشه در پی هر صید مختصر نرود. بیار باده و اول به دست حافظ ده. به شرط آنکه ز مجلس سخن به در نرود. تا داره شعر رو میخونه بلند میشم و میرم سمت آشپزخونه و در یخچال رو باز میکنم. نور زرد داخل یخچال بر روی یک تکه نان بنک و یک تکه پنیر خویا میفته. هیچی نداریم برای خوردن. پنیر را بر میدارم و با انگشت اشاره تکه‌ای از جسم خامش را در دهانم میگذارم. مزه پنیر دهانم را پر میکند. پس چی داری میخوری؟ اصلی ترین پنیر دنیا رو. صبحونه است دیگه. یک تکه دیگه پنیر در دهانم میگذارم. امروز بارون نمیاد، یه سر بریم خرید. به اتاقم برمیگردم تا گوشیم را بردارم. از کنار فرهنگ رد میشم و دستی در موهای ضخیم فرش میکشم. نشسته بر روی سر یک زانو و کتابها را در قفسه پایین کتابخونه میچینه. کتاب گیلگمش رو تصادفی باز کرده و با چشمانی تحسین کننده چند خطی از اون رو با دقت میخونه. بگو تا چگونه به دیدار او میتوانم رفت. بگو تا چگونه بازش میتوانم شناخت. اگر میبایدم از دریا گذشت تا بگذرم، ورنه همچنان سرگشته خالی ها باشم. گوشی رو از روی تختم بر میدارم. آب و هوا رو چک میکنم و گوشی به دست از اتاق بیرون میام. صدای آهسته قطرات باران رو از پشت پنجره میشنوم. همینطور که به سمت پنجره میرم میگه امروز ساعت 11 بارون میاد، ولی فکر کنم الان شروع شده. پرده را کمی کنار میزنم ولی آفتاب به صورتم میتابد. قطرات آب از گوشه‌های کولر بر روی آلاچیق توی حیاط چکه میکنه.
صدای کولر داره چکه میکنه، خراب شده. با زنگ بزنی سرویس بیاد توی همین 1-2 روز قبل از تعطیلات. هد هد. سرش رو بالا میآورد و به هد نگاه میکند. چیه عزیز؟ هد ندیدم. هد آمده. از وادی ایمن آمده. از کجا؟ از کوه قاف. آها. روی میز من توی اتاق یک رقه هست، میاری برام؟ فرهنگ بالا میشه و به در تراس نزدیک میشه. من در و پنجره رو باز میذارم و میرم دنبال نامه. هد با پرشای کوچیک خودش رو به فرهنگ میرسونه و فرهنگ نامه ای رو از پای هد باز میکنه. رقه و کیسه رو به دست فرهنگ میدم و به آرومی پرهای نرم هد رو نوازش میکنم. فرهنگ نامه خودش رو به پای هد میبنده و کیسه رو باز میکنه تا هد از ارزنهای داخل اون بخوره. براش کاسه آب میاره و میگذاره که هد خستگی سفر رو درک کنه. خودش میره، کاری به کارش نداشته باش. فرهنگ نامه‌ای که هد براش آورده رو با دقت میخونه و بعد با ظرافت اون رو توی کشوی اتاقش میگذاره. تکه دیگری از پنیر رو با شستم بر روی زبانم میگذارم و دوباره میپرسم میای بریم خرید؟ برای چی؟ چون هیچی برای خوردن نداریم. من که گشنم نیست. به آشپزخانه برمیگردم و به تمیز کردن یخچال ادامه میدم. میذارم آب چای جوش بیاد. میرم شکار یه ملودی توی کارتونی که فرهنگ صفحه های موسیقی رو گذاشته. یه چیزی گوش کنیم؟ گوش کنیم. صفحه ها رو با احتیاط ورق میزنم. تو مود چی هستی؟ آلبوم Stairway to Heaven رو آروم میذارم کنار. The Four Seasons سیمفونی نامبر 9. در جواب از گلستان سعدی برام میخونه هر که پرهیز علم و زهد فروخت، خرمنی گرد کرد و پاک بسوخت. پس توی مود میرزا عبداللهی. برای من طعم چای صبحونه رو میده. بیا پس صبحونه. صفحه میرزا عبدالراه رو میذارم و صدای اول آهنگ میگه دستگاه شور. دستگاه شور. درآمد. و موسیقی شروع میشه. میرم توی آشپزخونه و برای خودم چای درست میکنم. چای دبش گیلان. میذارم روی شمع تا دم بکشه. تا فرهنگ قفسه کتاب‌های ته سالن رو تموم میکنه، منم یخچال و کمی از کابینت ها رو خونه تکونی وار تمیز کردم. دوباره پرده رو کنار میزنم تا ببینم بارون اومد یا هنوز صدای آب کولر هست که چکه میکنه. خورشید هنوز توی هوای صاف میدرخشه. پرده رو میبندم و فرهنگ شروع میکنه رکوردها و سازها رو دست کشیدن. جعبه های نی رو یکی یکی باز میکنه و میچینه روی میز. سیمهای قانون و کمانچه و بربط رو صورت مداوم عوض میکنه. همینطور که کیس های تنبور و ستار رو یکی یکی روی زمین باز میکنه، در مورد هر کدوم یک چیزی میگه. نگاه کن، این ستاره درویش خانه. الان حدود 180 سالشه. با دقت و احترام بیشتر یکی از تنبورها رو از محافظش در میاره و میگه سلام، حالت خوبه عزیز دلم؟ فارابی؟ ابوالنصر جان فارابی. 1000 ساله. 1100 ساله. 1100 ساله. میشینه یه گوشه یا با دستهایی به مانند پر نوتی بر روی تار مینوازه. سفر رو در میانه ی آواز ابوعطا متوقف میکنم و برای خودم چای میریزم و از کنار پرده بیرون رو نگاه میکنم. آسمان کم کم خاکستری میشه و ابرهای پنبه‌ای در درجات مختلف خاکستری کنار هم جمع میشن. لیوانم را که نیمه پره بر روی میز میگذارم. جایی بسیار دور از تمامی سازها و کتابها. از توی کمد دیواری نزدیک در کیف بزرگی رو بیرون میارم و شروع میکنم همه جای کیف رو به دقت وارسی کردن. روی یکی از مبلای 2 نفره میشینم و کیف رو بر روی زمین میگذارم. کیف به اندازه 1.5 برابر من جا داره.
مطمئن میشم که هیچ جای کیف درز نداشته باشه و اون رو تمیز میکنم. سوزن و نخم رو میارم و کیف رو رفو میکنم. اول بریم آرژانتین، فرانسه، بعد بریم ونیز، بعد آتن، بعد بریم توکیو، بعد بریم ترکیه، بعد ایران، بعد ژاپن، بعدم برگردیم. سفره 7 سین رو تهیه میکنی؟ مامانم تهیه کرده، توی مسیر ایران ازش میگیرم. پرده رو میزنم کنار. صدای قطرات بارون شدت میگیرن. پرده رو کامل باز میکنم و بارش بارون رو نگاه میکنم و چاییم رو تموم میکنم. فرهنگ سازها رو با دقت جمع کرده و بارونیش رو میپوشه. دستکش های چرمیش رو دستش میکنه و کفش های بلند و محکمش رو میپوشه و عینک مخصوص دویدنش رو به چشم میزنه. از توی کشوی لباسیم پولهای کشورهای مختلف رو برمیدارم و هر کدوم رو توی بخشی از کیف پولم میذارم. بارونیم رو میپوشم و کلاه قرمز منگوله دارم رو سرم میکنم. خط چشمای آبی و سرمه‌ای رو میکشم و توی جیبم رو پر از آب نبات میکنم. میرم توی کیف میشینم. فرهنگ میاد در کیف رو ببنده. آهنگ رو پخش میکنم و گوشیم رو در جیبم میذارم و دقیق به فرهنگ نگاه میکنم. به زیبایی چشمهاش. زیب کت زخمیش رو تا زیر گلوش میبندم و دستی روی زخمه ریز کتش میکشم. با سر انگشتانم به نرمی ریش‌های نقره‌ایش رو لمس میکنم. به آرامی گونه‌اش رو میبوسم و دستی روی سرم میکشه و زیب کیف رو میبنده. میره در خونه رو باز میکنه. فرهنگ کیف رو میندازه سر شونش. بر روی زمین زانو میزنه و آماده میشه و بلند میشه و آرام و به نرمی از زمین جدا میشی. تا چشم بر هم میذارم در حال عبور از اقیانوس آرام هستیم. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. از کوله بیرون میام و یک کش و قوس اساسی میکنم. فرهنگ خسته میره میشینه روی مبل تک نفر و از توی کیف کوچیکی که زیر کتش به تن داره کتابی که در موزه توکیو گرفته رو در میاره. کتاب رو با احتیاط از توی محافظ چرمیش خارج میکنه و زیر نور مطالعه شروع میکنه به خوندن. رنگ پریده شده. یک آب نبات دیگه در دهانم میگذارم و آب دهانم رو قورت میدهم تا گوشه‌ام باز شود. صدای محیط کم کم به حالت طبیعی برمیگرده. به سمت فرهنگ میرم. دستی روی شونش میگذارم و به آرومی انگشتانم رو فشار میدم و میپرسم دوش نمیگیری؟ یکم حالم جا بیاد انرژیم برگرده. بعد کت بارونیش رو از تنش در میارم. سعی میکنه همکاری کنه ولی بیشتر حواسش پیش کتاب هست. چی میخونی؟ کجیکی؟ خیلی قدیمیه؟ 1309 سال پیش. دوست داری خیس نشه کمک کن کت رو از تنت درش بیارم. آخرین انرژیش رو جمع میکنه و بلند میشه و لباسای خیسش رو در میاره. کت‌ها رو آویزون میکنم زیر آلاچیق توی حیاط. کولر رو خاموش میکنم و چند تا هیزم میندازم توی شومینه. یه پتو میندازم روی فرهنگ. میشینه زیر نور و با شنیدن صدای سوختن چوب‌ها با خوندن کتابش آروم میگیره. خریدها رو میبرم توی آشپزخونه. از داخل وسایلی که مامان بهم داده چای به رو برمیدارم. مامان با دستخط خودش نوشته چای به. دستم رو میکشم روی دستخط مامان و اون رو بوس میکنم. کمی از چای به رو میذارم دم بیاد. برای نهار کمی از میگوهای ژاپنی و ریحون و برنج بسماتی ایرانی میذارم کنار. آفتاب پشت پنجره ها بالا میاد و با آتیش روشن داخل خونه سریع گرم میشه. فرهنگ کتاب رو با احتیاط بر روی میز میگذاره. یکی از نشانه های کتابش رو با وسواس در میان ورقه ها جا داده. نزدیک به نصف کتاب رو تموم کرده. میرم در میان سالن میستم و فکر میکنم کجا سفره 7 سین رو بچینم. از فرهنگ میپرسم در مورد چی بود؟ کجکی؟ مجموعه اطلاعاتیه در مورد افسانه ها و اسطوره های ژاپنی. یه سری مطالب اساسی هم در مورد شینتو داره. آها یادم اومد. قبلا اینو نخوندی؟ چرا؟ فقط چندین بار. بلند میشه و از سالن خارج میشه. یک جایی را کنار دیوار آبی نیلی انتخاب میکنم و شروع میکنم به گردگیری کردن و جارو زدن.
صدای دوش گرفتن فرهنگ میاد. پرده رو باز میکنم و میبینم آفتاب به نرمی از پشت انبوه ابرها خودش رو نمایان کرده. گوشه پرده رو باز میذارم تا باریکی از نور به درون خونه بیاد. میز چوبی مصری رو با منبت‌کاری های طلایی و نیلیش با احتیاط کنار دیوار میگذارم و ظروف تل باکون رو با وسواس بر روی ترمه کرمان روی میز میچینم. سینها رو دانه به دانه کنار هم داخل ظروف قرار میدم. تنگ ماهی را آب میکنم و سیب سرخ را درون آن میاندازم. رقص نور بر روی دیوار که با برخورد آفتاب به آب شکل گرفته مرا از این دنیا جدا میکنه. انگار سهراب برام میگه یک نفر باید از این حضور شکیبا با سفرهای تدریجی باغ چیزی بگوید. یک نفر باید این حجم کم را بفهمد. دست او را برای تپش‌های اطراف معنی کند. قطره وقت روی این صورت بی مخاطب بپاشد. یک نفر باید این نقطه محض را در مدار شعور عناصر بگرداند. یک نفر باید از پشت درهای روشن بیاید. گوش کن. یک نفر می دود. روی پلک حوادث کودکی رو به این سمت می آید. همه چیز رو فراموش می کنم و با نورهای زرد و طلایی روی دیوار موج می زنم. آزاد از این تن. فرهنگ دوش گرفته و به درون اتاق برمیگرده و روی مبل میشینه و نگاهی به اطراف میندازه. میخوام جای این کتابخونه رو عوض کنم. میخوام بذارمش اون طرف سالن. به کتابخانه اشاره میکنه که به صورت اختصاصی برای فیلسوف‌های شرقی کنار گذاشته. کتاب کوچیکی رو برمیداره و روی مبل دراز میکشه و شروع میکنه بقیه کتاب رو خوندن. چرا هی کتاب ها رو میخونی وقتی دقیقاً حفظی اونها رو؟ مثل دید و بازدید میمونه. هر کتابی که بخونی نویسنده اون کتاب رو دعوت کردی تا باشه گپی داشته باشی. شروع میکنم مبل ها رو گردگیری کردن. گرد و غبار توی نور میرقصند و یک فضای بی‌زمانی رو نشون میدن. معلق در هوا و بی‌وزن. چرا این دید و بازدیدها مهمه؟ چون در آینه خوبان و بزرگانه که تو میتونی بزرگترین خودت باشی. تو باید از منت مراقبت کنی. راه مراقبت رو هم کسانی که بلدن میتونن بهت یاد بدن. یاد میگیری از داشتهات مراقبت کنی و به مکانی که در اون ریشه داری عشق بورزی. میرم کنارش دراز میکشم و خودم رو به زور بین اون و مبل جا میدم. سرم را روی شونش میگذارم و به گرد و خاکی که با آرامی بر روی زمین میشینه خیره میشم. دستش رو از دور گردنم رد میکنه و با سر انگشتانش با پهلویم بازی میکنه. نگاه میکنم به بیت هایی که خودش بر روی دیوار به صورت نستعلیق نوشته. تک و تک اشعار خودش رو هم روی دیوار نوشته. مثل این همه خاک و خاکستر را کجا با خود برم. این درد را دانه کنم. آب دهم. ساکه با خود برم. بالاخره خودم رو بشناسم یا بقیه رو؟ هر دو رو. ولی تو از خانواده ای اومدی. به جایی وابسته هستی. زبانی رو بلدی. نمیتونی این زبان رو بلد نباشی و هیچ زبانی رو نمیتونی به این عمیقی یاد بگیری. این تویی. ولی باید راههای ارتباطی دیگر رو هم یاد بگیری. بلند میشه و میره کنار کتابخونه‌ای که میخواد جابجاش کنه. من روی مبل جا میمونم. آراما به ترتیب کتاب‌ها رو روی میز کوچکی میان راه رو میگذاره. بهش نگاه میکنم و میپرسم چرا 2 تا از کتاب داری؟ کو؟ اونها 2 تا زنده پسر بیدار داری. اینا 2 تا کتاب مختلفن از 2 تا فیلسوف متفاوت. یکی ابن سینا و یکی دیگه ابن طفیل. کش و قوسی میام و میپرسم چرا بخوای جای کتابخونه رو عوض کنی؟ تنوع خوبه. این بچه‌ها باید بیشتر در معرض نور باشن. میشه من کمک نکنم؟ چنینگاف زرتشت نیچه رو از اون یکی کتابخونه در میاره و سمت من میاد و پیشونی من رو میبوسه. معلومه که باید کمک کنی. من در مبل فرو میرم. چنینگاف زرتشت رو دست من میدهد. کتاب را میگیرم و درست برای مبل مینشینم. همینطور که بی‌حوصله کتاب را ورق میزنم میپرسم چرا پس همه چیز میخونی؟ چرا فقط روی خودت تمرکز نمیکنی؟ بلکه خودی وجود نداره. همه چیز به همه چیز مربوطه. خود یک چیز کلیه. باید یاد بگیری از خودت رد شی، واقعیت بزرگتر رو ببینی تا بتونی بیشتر درک کنی. بعد چشمت رو باز کنی تا حقیقت رو ببینی و بشناسی. حقیقت چیه؟ نور. کتاب حکمت و اشراق سهروردی رو برمی‌داره و تکیه‌ای از اون رو برای من بلند میخونه. اگر در هستی چیزی باشد که نیازمند به تعریف و شرح نباشد، آن چیز امری آشکار خواهد بود و هیچ چیز آشکارتر از نور نیست. پس هیچ چیز بیش از آن بی نیاز از تعریف نیست.
این چیزی نیست که کسی بتونه بهت توضیح بده. خودت باید بری دنبالش. خودت انقدر باید تجربه کسب کنی تا بین تجربه هات پیداش کنی. به حرفی که زده فکر میکنم. به سمت پرده میرم و اون رو میبندم تا بتونیم کتابخونه رو جابجا کنیم. بهش میگم من کتابخونه رو از کتاب خالی میکنم و از اون میخوام برام چای به بیاره. چای رو همراه با شکلاتای ولقورنا برام میاره. اونها رو سمت راستم خلاف کتاب‌ها میذارم. مرسی عزیزم. شکلات را در دهانم میگذارم. خوشمزه ترین شکلاتی است که تا به حال خوردم. سعی میکنم طعم شکلات را برای فرهنگ توضیح دهم. همه چیز شکلاته به اندازه است. طعم کوکونات اصلا زیاد نیست و تکسچرش با زبون بازی میکنه. این خیلی خوشمزه است. ناامیدانه به تلاشم ادامه میدم که طعم و احساس شکلات رو براش توضیح بدم. مرا متوقف میکنه. ببین هیچ فایده ای نداره که الان من بخوام برای تو توضیح بدم که خوندن کتاب ها چه تأثیری در درون من دارن و من چطور انرژی میگیرم از دست کشیدن روی این تابلو فرش ها. الان هرچی تو از شکلات بگی من نمیتونم بفهمم دقیقاً چه احساسی رو داری تجربه میکنی. یک سری اطلاعات دریافت میکنم اما تجربه نمیکنم. کتاب را تمام می کند. من کتاب ها را با وسواسی که فرهنگ می پسندد روی زمین مرتب دسته بندی کردم. به سمت اتاق می رود و تنبور فارابی را دوباره بر می دارد. کوک آن را تنظیم می کند. کتابخانه را که حالا خالی است و سبک به جایی که فرهنگ نشانم داده هل می دهم. شروع می کند تنبور را نواختن. صدای تنبور زدن فرهنگ مرا از این دنیا جدا می کند. فرهنگ به سراغ تابلوها و تابلو فرش ها رفته. گرد اونها رو میگیره و هر جا که لازم باشه قسمتی از اونها رو رفو میکنه تا از دردشون کم بشه. تابلو فرش مردم خیلی کار داره. از کار دست میکشه، به دور خود میچرخه و اتاق رو وارسی میکنه. من آخرین کتاب‌های فلسفه شرق رو توی کتابخونه میچینم. غربت غربیه، عقل سرخ، حکمت اشراق و حکمت خسروانی. ایستد و کتابخانه را نگاه میکند و بر روی کتاب‌ها دست میکشد. تنبورش را از روی مبل برمی‌دارد و در مقابل کتابخانه روی زمین مینشیند به تنبور زدن. کولر را روشن میکنم. کمی در خانه میچرخم و به تمیزی خانه نگاه میکنم و شکلات را ذره ذره میخورم. در خیال خودم گم میشم و از ترکیب صدای تنبور و چک چک آب به فکر فرو میرم. با خیال دیدن باران و روی پردازی بیشتر پرده را به یک باره باز میکنم و آفتاب تا انتهای خانه میافتد و صدای تنبور قطع میشود. بدون اینکه به پشت سرم نگاه کنم اشک از گونه‌ام سرازیر می شود. صدای چکه کردن کولر بر فضا سنگینی می کند. به عقب نگاه می کنم. گرد طلایی را می بینم که در زیر نور خورشید بر روی تمامی کتاب ها می نشیند و غباری طلایی بر روی تابلوها برق می زند و بر روی تنبور به آرامی جا خوش می کند. به سمت غباری که از فرهنگ به جا مانده می روم. دستم را به سمت نور می گیرم. غبار به آرامی بر دستم می نشیند. تنبور را با احتیاط و احترام بر روی مبل قرار می دهم. برمیگردم جایی که فرهنگ نشسته بود می نشینم و به کتابخانه‌اش زل می زنم. کتاب حسن و دل سیبک نیشاپوری را برمی‌دارم و در میان غبار فرهنگ شروع به خواندنش می کنم.